آقا یه سوال خیلی اساسی که اینجا وجود داره، خب این که واقعا هدف رسول مکرم اسلام از نوشتن این نامه در لحظات آخر عمرشون چی بوده؟ این شاید سوالی است که برای خیلی ها ایجاد بشه. خب پیغمبر فرمودن که کاغذ و قلم و دوات بیارید، چیزی رو برای شما بنویسم که هرگز گمراه نشید. واقعا هدف چی بوده جناب استاد؟ ببینید هدف چی بوده، ما اجازه بدید اینجا اصلا بریم پای صحبت خود نویسندگان. بله. که در خود صحیح بخاری خواندیم که میگه اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده ابدا، هرگز گمراه نشید. تعبیرش که در صحیح مسلم آمده باز لن تضلوا بعده ابدا. جلوگیری از اختلاف در معجم کبیر طبرانی با سند صحیح میگه اکتب لکم کتابا لا تختلفوا بعدی ابدا، هرگز بعد از من اختلاف نکنید، شما به اختلاف نیفتید. خب آقایان به ما بگن همین اختلافی که در سقیفه بود اگر این نامه نوشته شده بود اختلاف بود در اونجا؟ اختلافی که در رابطه با بحث امامت بود و به قول آقای شهرستانی ما سل سیف مثل ما سل فی الامامه، شمشیری به اندازه بحث امامت در اسلام شمشیر کشیدن شده، خونی ریخته نشده. خب الان این همه اختلاف، حالا شیعه را ما میگذاریم کنار، این همه اختلافاتی که بین عزیزان اهل سنت علمای بزرگوارشون هست، کشت و کشتاری که داشتن و دارن، در عبارت برای شما مسند احمد هست میگه لا یختلف منکم رجلان بعدی، حتی 2 نفرم بعد از من اختلاف نکنن. ببینید چه عبارت مهمی بوده، چه کار مهمی میخواست پیغمبر اکرم انجام بده. خب آقای قسطلانی یا بعضی ابن حجر اینها میگن میخواست ابوبکر رو بنویسه. خب ابوبکر که شد، اگر واقعا این بود چرا بس این همه اختلاف پیش آمد، این همه درگیری ها پیش آمد، این همه جنگ جدال ها، این قضایای برای شما مثلا جنگ رده که 10,000 مسلمان ها را به بهانه جنگ رده و ندادن زکات کشتن. بعد از او قضیه عثمان بود، آیا این اختلاف کوچیکی بود؟ قضیه جنگ جمل و صفین نهروان اختلاف کوچیکی بود؟ پیغمبر میگه من چیزی بنویسم که بعد از من 2 نفر با هم اختلاف نکنند. این یک نکته. نکته دیگر که در خود کتاب های عزیزان اهل سنته، بدرالدین عینی متوفای 855 در شرح صحیح بخاری از سفیان ابن عیینه نقل میکنه. حالا سفیان ابن عیینه رو من اول ترجمه کنم. ابن حجر میگه شافعی گفته اگر مالک و سفیان نبود علم حجاز از بین رفته بود. و برای شما عرض کنم سفیان امام فی الحدیث، جزء ائمه حدیث هست. سفیان 40 سال امامت علم حدیث رو داشت. احمد ابن حنبل میگه من ندیدم کسی از فقها عالمتر از سفیان ابن عیینه به قرآن و سنت باشه. یعنی عالمترین انسان ها به قرآن و سنت آقای سفیان ابن عیینه هست. خب همین آقا برای شما عرض کنم چه داره؟ تعبیرشون این هست، عزیزان دقت کنن. عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری در مالکی هست، امام العلامه بدرالدین عینی در جلد 2 چاپ دارالفکر. تعبیرشون چی هست اینجا برای شما عرض کنم؟ این رو من دیگه بله. آیا مراد چه بود؟ احدها ان ینص علی الامامت بعده. عزیزان دقت کنن، امکان داره یکم درشتر بشه. بله. ان ینص علی الامامت بعده، پیغمبر میخواست امامت بعد از خودش رو روشن کنه. امام بعد از من کیه؟ فترتفع تلیا و ترتفع تلک الفتن العظیمه، این فتنه های بزرگ از بین بره، مثل فتنه جمل و صفین. حالا فتنه اصحاب ردت یا یادش رفته بود، حتما فراموش فرمودن یا قلم مبارکشون لغزش داشته.
پس این آقا میگه آقا مراد این هست که چیه؟ امامت بعد از خودشون رو پیغمبر اکرم بنویسن. همین تعبیر رو جناب آقای احمد ابن علی ابن حجر عسقلانی که از ائمه علم جرح و تعدیل هست در جلد اول با تحقیق جناب آقای بن باز مفتی اعظم سابق عربستان سعودی، این هم این تعبیرشه. و قیل بل اراده، پیغمبر اراده کرد ان ینص علی اسامی الخلفاء بعده، خواست اسامی خلفای بعد از خودش رو معین کنه. شما اینه بگذارید کنار، این برای شما عرض کنم لم یمزی هذا الامر حتی یمزی فیم 12 خلیفه، خلفای من بعد از من 12 نفر هستن. پیغمبر میخواد اسامی اون 12 نفر رو بنویسه، حتی لا یقع بینهم اختلاف، بین اینها دیگه اختلافی نباشه. قاله کی؟ سفیان ابن عیینه. این از این عبارت. آقای قسطلانی که باز ایشون از ائمه علم حدیث هست، در کتاب الجزء الاول من ارشاد الساری الی شرح صحیح البخاری، تالیف علامه شهاب الدین القسطلانی، خب ایشون چه دارد؟ ایشون هم میگه اکتب لکم کتابا، عزیزان دقت کنن، فیه الناس علی الائمه بعدی، امامان بعد از خودم رو چیکار کنم؟ معین کنم. از این واضح تر، از این روشن تر. این که دیگه شیعه نیست. ما نرفتیم سراغ آقای کلینی و شیخ طوسی و نمیدونم که به قول آقایان برای شما عرض کنم وهابی های تازه به دوران رسیده، این شبکه های شیطانی، اینا همه کافرن، مشرک هستن. و چنین ما رفتیم سراغ این آقایان مگر اینکه بیان بگن آقا اینها جزء اون مولوی های اثنا عشری هستن، خدا لعنتشون کنه، مگر اینکه جرأت کنن بیان به اینها هم همینطور که کلیپی شما پخش کردیم ببین مولوی های اثنا عشری که برای شما عرض کنم با نظام موافق هستن تو این جلسات شرکت میکنن، خدا اینها را لعنت کنه. الا اینکه بیان بگن آقای ابن حجر عسقلانی و بدرالدین عینی و آقای قسطلانی هم جز این برایشون مولوی های اثنا عشری بودن، اینا را آوردن. یا نه بگن آقا شیعه ها اینا را نوشتن داخل این کتاب های ما کردند و ما هم غفلت کردیم، حذف نکردیم، بعدها انشالله حذف خواهیم کرد.